سلام، من محمود قنات‌پیشه هستم، گوینده و مدرس فن بیان و گویندگی در مدرسه صدای آوانمه. میخوایم راجع به یکی از مباحث مهم در گویندگی با هم دیگه صحبت بکنیم که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در اون چیزی که به اصطلاح بارها شاید شنیده باشین، میگن یه نفر صداش زنگ داره یا طنین داره در گویندگی وقتی صحبت میکنه. خب این اتفاق چطور میفته؟ بذارید براتون از سازها مثال بزنم. اگه اهل موسیقی باشین یا شنونده حالا حرفه موسیقی، نوازنده موسیقی باشین یا علاقه‌مند به موسیقی باشین، حتما دقت کردین که سازهای مختلف یک کاسه ای رو دارن، هر کدوم به شکلی. ساز ویولون، ستار، تار و این توی خیلی از سازها مشترکه، یک فضایی که کمک میکنه یک طنین ایجاد بشه. بذارین یه مثال دیگه ای باز براتون بزنم. خیلی از اوقات برای ماها پیش میاد که توی فضایی که مثل حمام قرار میگیریم یا یه اتاق خالی از وسیله قرار میگیریم و شروع میکنیم حالا اونجا به زمزمه کردن، صحبت کردن، احساس میکنیم صدامون خیلی دلنشین تره، خیلی بهتره و دوست داریم که اونجا صحبت بکنیم، آواز بخونیم و لذت میبریم. حتی گاهی اوقات این به صورت شوخی هم بین ماها رایج شده که میگیم صدامون توی حموم خیلی خوبه، توی یه اتاق خالی خیلی خوبه، ولی وقتی که میایم توی جایی که حالا وسیله زیاده و اون برگشت صدا رو ما نداریم، صدامون اون جذابیت رو دیگه نداره و انگار نقصاش خیلی بیشتر داره به گوش خودمون و مخاطبمون میرسه. اتفاقی که میفته اینه که توی اون مکانها طنین داره اتفاق میفته، رزونانس داره اتفاق میفته و به همین دلیلی که شما این صدا رو جذابتر میشنوید. حالا آیا ما میتونیم این طنین رو در دستگاه صوتی خودمون انجام بدیم؟ این رزونانس رو در ساز حنجره خودمون ایجاد بکنیم؟ پاسخ بله هست. بله، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، اما نیاز به تمرین زیاد داره، نیاز به ممارست داره و نیاز به شناخت دستگاه صوتی ما، ساز صوتی ما داره که بتونیم به خوبی از این رزونانس استفاده بکنیم. به اصطلاح ما چند کاسه رزونانس در این دستگاه صوتیمون داریم که اونها رو تعبیر میکنن، حالا تقسیم بندی های ذره متفاوته، نظریه ها متفاوته. من این رو بر اساس نظریه‌ای که یک مقداری رایج تره توی چند تا کتاب هم اومده و بهش پرداخته شده براتون توضیح میدم، چون مبحث مشترک با آواز هم هست و امکان داره تفاوت‌هایی رو داشته باشه با اون چیزی که در علم آواز بهش پرداخته میشه. در گویندگی میگن شما میتونید چند نقطه از بدن، از این ساز حنجره رو ازش استفاده بکنید تا به صداتون طنین بدین. برای اینکه بازی مقداری این ویدیو براتون عملی تر باشه و از توضیحات اضافه هم بخوام جلوگیری بکنم، ازتون درخواست میکنم که با من چند تمرین خیلی ساده رو انجام بدید. برای اینکه این لرزش رو احساس بکنید و این طنین رو احساس بکنید، دستتون رو روی سینه خودتون قرار بدین و بگید اگه این کار رو درست انجام بدین و به مرور زیاد و زیاد و زیادتر انجامش بدین، کامل متوجه لرزش روی قفسه سینه خودتون میشید. دستتون کامل حس میکنه که اینجا داره لرزش اتفاق میفته. اگرچه که این لرزش شاید توی تمرین‌های بعدی هم که الان بهتون میگم اتفاق بیفته، ولی خودتون متوجه شدت و ضعفش میشید. پس یکی از جاهایی که ما میتونیم به صدای خودمون طنین بدیم، به اصطلاح صدای خودمون رو یک بار دیگه بازسازی بکنیم و مثل همون حالتی که زمانی که شما توی یک اتاقی بدون وسیله دارید صحبت میکنید، این صداها با تقدم و تأخر به گوش شما میرسن و این طنین رو حس میکنید، در قفسه سینه‌تون میتونید این کار رو انجام بدید. شدت بیشتری هم به صدای شما میده این استفاده از کاسه رزونانس ها و طنین سازی. پس دستتون رو روی قفسه سینه‌تون میذارین، این میشه کاسه رزونانس سینه شما. جای دیگه ای از ساز گفتاری ما که میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه طنین رو انجام بدیم، در ناحیه گلوی ماست.
برای اینکه احساس بیشتری داشته باشیم و این لرزش رو کامل احساس بکنید، دستتون رو روی گلوی خودتون قرار بدین. برای مقایسه میتونید یکی دستتون هم روی سینه‌تون قرار بدین و بگین قه قه. پس تا اینجا شد ه و قه، ه قه، ه قه. این کار انجام بدین و مقایسه بکنید لرزش هایی که اتفاق میفته. جای دیگه ای که ما میتونیم طنین بدیم به صدامون در کاسه رزونانس بینیمونه، در خیشوم ماست که استفاده میکنیم از گفتن میتونید دستتون رو روی پرهای بینیتون بذارین و کامل لرزش رو احساس بکنید. حتی که دستتون هم نذارین کامل متوجه لرزش در بینیتون میشین. برای اینکه باز مقایسه بکنید میتونید دستتون رو روی قفسه سینه‌تون روی گلوتون قرار بدین و یا رو بگین. متوجه تفاوتش و تفاوت لرزشش میشین. جای دیگه ای که باز میتونیم این کار رو انجام بدیم و این طنین رو ایجاد بکنیم، به اصطلاح بهش میگن سر، صدای سر، هد وایس بهش میگن. چه اتفاقی میفته؟ ما سعی میکنیم با پرتاب صوت به سمت سقف دهانمون لرزش و طنین رو ایجاد بکنیم که برخی میگن این لرزش میتونه تحت تأثیر این هم باشه که ما صوت رو به سمت سینوس هامون، چون ما یه سری سینوس داریم، فضاهای خالی رو داریم در جمجمه خودمون که میگن در اونجا هم این رزونانس اتفاق میفته، این طنین اتفاق میفته که اصطلاحاً بهش میگن صدای سر. قرار نیست ما صدایی رو از سرمون تولید بکنیم، از سینمون تولید بکنیم یا از بینیمون تولید بکنیم. این رو مد نظر داشته باشید که ما داریم از طنین صحبت میکنیم، وگرنه این رو میدونیم که اون چیزی که باعث ایجاد لرزش اصلی در تولید صوت ما میشه حرکت تارهای صوتی ما هستن. پس ما داریم از طنین صحبت میکنیم. قرار نیست صدایی از سر ما تولید بشه، ما داریم طنین رو در سرمون تولید میکنیم. برای اینکه به این صدا هم برسین، اصطلاحاً برخی به صدای پس سری هم به همین خاطر میگن که لرزش رو میگن وقتی که انجامش میدین در پس سر خودتون احساس میکنید. برای گفتنش و رسیدن به اون آوایی که ما تولید میکنیم تا بهش برسیم، مثل گفتن ه ق م، به مواقعی فکر کنید که شما میخواید به دور صحبت بکنید. یه نفر رو میخواید صدا بکنید که توی یه اتاق دیگه است، یا شما طبقه 5مین، اون آدم توی حیاط شما ایستاده و میخواید باهاش صحبت بکنید. چطوری صداش میکنید؟ شما میخواید به دور باهاش صحبت بکنید. آهای! پس صدا رو ما پرتاب میکنیم به سمت سقف دهنمون. حتی امکان داره در سقف دهانتون هم لرزش رو احساس بکنید، یا اگر دستتون رو در پس سرتون بذارید لرزش رو احساس میکنید. این 4 نقطه نقاطی هستن که ما در گویندگی، قابل توجه عزیزانی که دارن خوانندگی هم کار میکنن به صورت همزمان یا اطلاعاتی رو در اون زمینه دارن، یه مقداری اینجا مباحثش فرق میکنه با خوانندگی. در گویندگی ما از این 4 نقطه میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه به صدامون رزونانس بدیم. به همین دلیل به اصطلاح به این 4 نقطه اندام گفتاریمون ما میگیم کاسه رزونانس، جاهایی که ازشون استفاده میکنیم تا صدامون رو زنگدار بکنیم. تمرین هایی رو داره که در حوصله این ویدیو نیست، ولی در همین حد شناختشون و در همین حد که بدونید شما میتونید از این کاسه رزونانس ها استفاده بکنید برای بهتر شدن صداتون. به خصوص کسایی که مقداری دغدغه این رو دارن که میگن ما رنگ صدامون هم در گویندگی تغییر میکنه. پاسخ بله هست، نه در حد خیلی زیاد. هر کسی یه استعداد خدادادی داره و یک رنگ صدایی داره، اما میتونه این صدا رو جذاب تر بکنه و دامنش رو گسترده تر بکنه. شناخت کاسه رزونانس ها علاوه بر این که به صدای شما جذابیت و رنگ بهتری میده، میتونه کمکتون بکنه که دامنه صدای خودتون، یعنی از بمترین نوت خودتون تا زیرترین نوت خودتون رو هم ارتقا بدین که رنگ صدای شما رو
بسیار جذابتر و بسیار گسترده تر هم میکنه. خیلی دیگه فرصت نیست توی این ویدیو کوتاه من بخوام وارد جزئیات شناخت هر کدوم از این کاسه رزونانس ها بشم. فقط به این نکته هم اشاره بکنم که استفاده از این کاسه رزونانس ها میتونه در تغییر صدای شما هم شناختشون بسیار کمک بکنه. با یک مثال صحبتم رو به اتمام میرسونم. شما در نظر بگیرین که وقتی که کاسه رزونانس گلوتون رو به خوبی شناختین و پرورشش دادین و روش کار کردین، با تقویتش میتونید یه تغییر صدایی داشته باشید، یعنی رنگ صدایی بسیار جدید دیگه ای از خودتون داشته باشید. میگید ق ا خب پس این یک صداییه که متفاوت کاملا میشه گفت با اون صدای معمولی خودتون. این مثال ساده بود برای اون کسانی که خیلی علاقه‌مندن و دغدغه‌شون این که چطور ما میتونیم تغییر صدا بدیم. یکی از راهاش شناختن کاسه رزونانس های شماست. امیدوارم که تونسته باشم مطالبی رو بهتون عرضه کرده باشم که هم براتون تازه باشه، هم براتون جذاب باشه و شما رو علاقه‌مند کرده باشم به علم گویندگی و شناخت دستگاه صوتی ما. بدرود.